تا حالا برات پیش اومده که وقتی میخوای درس بخونی همه چیز ناگهان برات جذاب میشه؟ گوشی، ویدیو، خوراکی. یهو میبینی 3 سال از وقتت گذشت و هنوز هیچ یاد نگرفت. باور کن این اتفاق برای خیلی از دانش آموزا و حتی دانشجوها میفته. ساعتها وقت میذاری جزوه‌ها رو میخونی ولی وقتی نگاه میکنی حس میکنی هیچ یاد نگرفتی. اما خبر خوب اینه که با چند تغییر کوچیک میتونی سریعتر درس بخونی، بیشتر یاد بگیری و حتی وقت داشته باشی که فعالیت مورد علاقت رو انجام بدی. نکته اول، مغزت رو فریب بده. وقتی میگی 3 ساعت درس میخونم، 3 ساعت پر از حواس پرتی میشه. حالا راه حل چیه؟ فقط بگو 20 دقیقه درس میخونم. وقتی مغزت میشنوه 20 دقیقه و میبینه که چیز کوچیکه، مقاومت نمیکنه و حتی وقتی شروع میکنی دوست داری بیشتر ادامه بدی. طرز فکرتو تغییر بده. اگه شروع کنی و بگی درس خوندن خسته کننده و تمام نشدنی، دقیقاً همون اتفاق میفته. اما اگه با خودت بگی این کار آسونیه، نیم ساعت طول میکشه، تمرکزت افزایش پیدا میکنه و زمان مثل برق برات میگذره. مغزت کاری رو انجام میده که بهش میگی. نکته دوم، مثل نابغه ها یاد بگیر. اینشتین میگفت اگه نتونی چیزی رو به ساده ترین شکل ممکن توضیح بدی یعنی خوب متوجه نشدی. یک روش عالی است، اونم اینه که تصور کن داری همون مطلب رو برای یک بچه 5 ساله توضیح میدی. ساده و واضح توضیح بده تا بفهمی کجاها هنوز مشکل داری. نکته سوم، مرور کردن رو بذار کنار. برای یادگیری سریعتر از یادآوری فعال استفاده کن. به جای اینکه مطلب رو 10 بار بخونی، کتاب رو ببند و سعی کن نکات اصلی رو به یاد بیاری. نکته چهارم، تایم بگیر. شب امتحان توجهت بیشتر میشه چون استرس زمان داری. اینو به نفع خودت استفاده کن. تایمر 30 دقیقه‌ای بذار، تمام تمرکزت روی درس باشه، بعد 5 دقیقه استراحت کن. این روش اسمش پومودورو هست. هوشمندانه تر کار کن، نه سخت‌تر. روی مطالب مهم تمرکز کن، نه همه چیز. قانون 80-20 میگه که بیشتر نتایج از بخش‌های مهم میاد. پس تشخیص بده چه مطالبی مهم هستن و بیشتر روی اونها وقتتو بذار. یادگیری افقی یعنی بخش‌های مختلف دانش رو به هم متصل کن. مثلا اگه سیستم ایمنی میخونی، موضوعات مرتبط مثل التهاب، سیستم‌های دفاعی سلولی و بیماری‌های خود ایمنی رو هم مرور کن. این کار باعث میشه مطالب بزرگتر رو بفهمی و یادگیریت کاملتر بشه. نکته ششم، خواب و ورزش. برای اینکه مطالب توی مغزت بمونه، شب‌ها خواب کافی داشته باش. حتی یک پیاده روی کوتاه بعد از مطالعه حافظت رو تقویت میکنه. با رعایت این نکات نه تنها سریعتر درس میخونی، بلکه مطالبی که یاد میگیری تو ذهنت میمونه. در امتحانات موفق میشی و دیگه احساس نمیکنی که تو چرخه بی‌پایان نمرات بد گرفتار شدی. اگه این نکات برات مفید بود، حتما لایک کن و کامنت بذار که کدوم روش رو اول امتحان میکنی. و اگه میخوای ویدیوهای بیشتری درباره یادگیری و موفقیت ببینی، کانال رو سابسکرایب کن.